با سلام و درود خدمت شمایی که این برنامه را مشاهده میکنین. باز هم دکتر شفیعالله نصرتی هستم، متخصص امراض داخله. قسمی که شما میدانین کشور عزیز و دوست داشتنی ما افغانستان یک کشور کوهستانی است و معمولا در مناطق کوهستانی در آب و خاک منطقه مقدار آیودین نسبت به سایر قسمت ها کمتر می باشه و کاهش مقدار آیودین در خاک و آب یک منطقه باعث ازی میشه که افراد از اون منطقه مساعد به مصاب شدن به کمکاری خود تایراید یا هم جاغور شوند. یعنی در مناطقی که کوهستانی هستند، چون در آب و خاک منطقه مقدار آیودین کمتر می باشد، بیشتر مرض جاغور یا کمکاری خود تایراید در اونجا شیوع بیشتر داره. به خاطر کشور عزیز ما هم یک منطقه کوهستانی است، یک کشور کوهستانی است، و ما خاطر خواستیم که نشانه های کمکاری غده تایراید خدمت شما به عرض برسانیم که در صورتی که شما اگر این نشانه ها را در وجودتان میبینین، حتما نزد دکتر صاحبای داخله از نزدیک مراجعه کنین تا اینکه یک بار معاینات نستان صورت بگیره. در صورتی که شما کمکاری غده تایراید داشته باشین، به موقع باز تشخیص و تداوی شود. اما یادتان باشه که جاغور داشتن یا کمکاری غده تایراید به این معنا نیست که حتما در قسمت گلون شما یک کتله و یک کندیدگی باشه. بعضی مریضایی که نزد ما مراجعه میکنن در معاینه خانه، وقتی که ما تشخیص میکنیم جاغور داریم، یک گردنم خود چیز نیست، میگی نه جاغور ندارم. یا هم بعضیایی که من اقدام به این میکنم که این معاینه را به خاطر جاغور پیشت باید صورت بگیره، میگه که دکتر صاحب من خب اصلا جاغور ندارم، اینو جاغور ندارم. جاغور داشتن حتما به این معنا نیست که قسمت گردنتون یک چیز باشه. خب نشانه های کمکاری غده تایراید ما ذکر میکنم. اگر این نشانه ها را در وجودتان میبینین، حتما نزد دکتر صاحبای داخله نزدیک مراجعه بکنید. خب در شروع، در صورتی که خودتان یا هم ابتدا از اطفال شروع بکنیم، در صورتی که احساس میکنین که طفلتان به خاطر از اینکه مثلا هورمون های غده تایراید در رشد ذهنی، جسمی و جنسی اطفال نقش داره، اطفال تحت تاثیر هورمون های غده تایراید مثلا قد میکشن، استخوان بزرگ میشه، از نظر ذهنی و ذکاوت رشد میکنن، از نظر جنسی به بلوغ میرسن. در صورتی که مثلا احساس میکنین که طفلتان درست رشد نداره، یا هم مثلا در مکتب درس یاد نمیگیره، یا هم قدش از قد همسن سالش بخش مونده، ایجاب پذیر میکنه که طفلکتان یک دفعه از دکتر صاحب داخله ببرین تا اینکه از نظر جاغور یا کمکاری غده تایراید مورد ارزیابی قرار بگیره. همچنان در صورتی که شما روز به روز احساس میکنین که مویریزی دارین، موهایتان میره، موهایتان نازک شده، موهایتان ابریشمی شده، شما یک بار باید از نظر کمکاری غده تایراید مورد ارزیابی قرار بگیرید. یا هم در صورتی که شما براتون بدخلقی پیدا شده، احساس گوشه نشینی دارین، افسردگی دارین، اصلا علاقه به زندگی و کار و بار و روزمره ندارین، میتونه از نشانه های کمکاری غده تایراید باشه. اگر جلدتان خشک شده، جلدتان زخیم شده، یا هم یک چهره زمخت پیدا کردین، چهره خشن پیدا کردین، نشان دهنده کمکاری غده تایراید میتونه که باشه. یا هم اصلا شما اشتها ندارین، چندان نان نمیخورین، غذا زیاد نمیخورین، اما روز به روز چاق شده میرین، میتونه که از نشانه های کمکاری غده تایراید باشه. یا هم از قبضیت های دوامدار رنج میبرین. یا هم مثلا دست و پایتان درد میکنه، دست و پایتان سوزنک میزنه، دست و پایتان کرختی و بی‌حسی پیدا میکنه، یا هم داغ میتونه که در نتیجه کمکاری غده تایراید مشکل به وجود بیاید. یا هم اگر یک خانم هستین که حمل نمیگیرین، یا هم حمل میگیرین بار بار سقط میکنین طفل، میتونه که از نشانه های کمکاری غده تایراید باشه. یا هم اگر یک خانم هستین که مریضی های ماهوارتان منظم نیست، یک ماه مریض میشین، 2 ماه 3 ماه باز مریض نمیشین، باز مریض میشین، این میتونه از نشانه های کمکاری غده تایراید باشه. یا هم یک مرد هستین از ضعف جنسی یا ایمپوتنس یا اختلال نوز مثلا رنج میبرین، میتونه که از نشانه های کمکاری غده تایراید باشه. در مجموع این نشانه هایی را که من ذکر کردم، اگر شما این نشانه ها را در وجودتان مشاهده میکنین، حتما نزد دکتر صاحبای داخله مراجعه بکنین تا ای که دیده شود که شما از نظر کمکاری غده تایراید مورد ارزیابی قرار بگیرین، معاینات نستان صورت بگیره. اگر این نشانات در وجودتان بود و معایناتتان هم مثبت بود، ایجاب پذیر میکنه که باز حتما برتان دوا توصیه شود. اما به این معنی نیست که یکی از این نشانات در وجود ما باشه ما حتما تایراید داریم، یا تمام از تقریبا در وجود ما باشه ما حتما کمکاری غده تایراید داریم. یک بار باید معاینات لابراتواری هورمون های غده تایراید
یا TFT یا تایروید فانکشن تست پیشتان صورت بگیره. در صورتی که این اعراض علائم شما یک جا با معایناتتان باشه، یعنی معایناتتان هم مثبت باشه، در اون صورت باز تشخیص میشه که شما کمکاری غده تایروید دارین و برتان دوا داده میشه که بخیر خوب شوین.